درود بر شما دوستان گرامی. امروز 5 آبان ماه 1402 دنباله بحث خود را شروع می کنیم. لزوم ایجاد اتحاد بین ایران و اسرائیل. بخش ششم، سرنوشت سیاسی ایرانیان و یهودیان در تاریخ. ایرانیان و یهودیان به مدت 220 سال امپراتوری پهناور ایران را به کمک هم اداره می کنند و صلح و امنیت و عدالت را بر منطقه وسیع از آسیا حکمفرما می کنند. اما این دوران سازندگی با سقوط امپراتوری ایران توسط امپراتوری یونان به پایان می رسد و دوره خرابی و ناامنی و فلاکت در این سرزمین ها آغاز می شود. امپراتوری یونان به مدت 230 سال بر سرزمین منطقه خاورمیانه حکمرانی می کند و سپس با ظهور امپراتوری روم سقوط می کند و دوران حکمرانی آن در این منطقه به پایان می رسد. با تسلط امپراتوری روم بر منطقه خاورمیانه دوران تخریب و فلاکت در سرزمین‌های این منطقه آغاز می شود. ناامنی و بی‌عدالتی، ظلم و ستم، گرسنگی و قحطی، فقر و فلاکت برای سالیان دراز بر تمام سرزمین‌های منطقه خاورمیانه حکمفرما می شود. در آن دوران شرایط زندگی آنچنان بر یهودیان تنگ می شود که کارشان به مهاجرت و آوارگی در سرزمین‌های دیگر کشیده می شود. ایرانیان نیز در طی آن دوران دچار سرنوشتی ناگوار می شوند. آنها همواره نسل به نسل گرفتار جنگ‌های پی در پی در طی قرن‌ها با کشورهای قدرتمند آن زمان می شوند و این وضع همچنان ادامه پیدا می کند تا قرن 6 میلادی. در آن زمان بیش از 2 دهه بود که ایرانیان درگیر جنگ بی‌نتیجه با روم شرقی بودند. در پایان آن جنگ اعراب مسلمان به خاک ایران حمله می کنند. نیروی ارتش ایران در آن هنگام به خاطر تحمل جنگ‌های متوالی با روم شرقی آنقدر بنیه دفاعی آن ضعیف شده بود که تاب مقاومت در برابر این حمله را نمی آورد و در برابر اعراب شکست می خورد و سرزمین ایران در قرن 6 میلادی به تصرف اعراب در می آید. با تسلط اعراب مسلمان بر سرزمین ایران تمامی دستاوردهای فرهنگی و هنری و فکری و عقیدتی و به طور کلی تمام جنبه‌های تمدن ایرانی که حاصل دسترنج چند هزار ساله نسل‌های فرزندان ایران بود به یکباره به دست اعراب به باد فنا داده می شود. آنها در حمله به مراکز علمی و فرهنگی تمام کتابخانه‌های موجود در ایران را به آتش می‌کشند و در عوض یک کتابی به نام قرآن به ایرانیان می‌دهند و می‌گویند این یک کتاب آسمانی است و همه کتاب‌های غیر آسمانی بیهوده است و باید از بین برود. در تاریخ آمده است که خلیفه وقت دستور می‌داد که آنقدر بایستی از دانشمندان و خردمندان و بزرگان ایرانی گردن زنند تا با ریختن خون آنها در آسیاب سنگ آسیاب به حرکت درآید و از آرد حاصله یک نان پخته شود و خلیفه میل بفرماید. زنان و دختران ایرانی را گروه گروه برای استفاده جنسی به اسارت می گرفتند و سپس در بازار برده فروشی عربستان آنها را به بردگی می فروختند. تسلط اعراب بر سرزمین ایران قرنها ادامه می‌یابد و در تمام آن مدت آنها با استبداد وحشیانه و غیر انسانی خود تمام باورهای مذهبی و سنت‌های بدوی خود را به ایرانیان تحمیل می‌کنند و همچنین با ضدیت ورزیدن به فرهنگ و عقاید مذهبی و جنبه‌های تمدن ایرانی شرایطی پیش می‌آورند که موجب می شود به مرور زمان ایرانیان نسل به نسل تاریخ و فرهنگ و تمام جنبه‌های متمدنانه هویت ملی خویش را به فراموشی بسپارند و به هویت اسلامی خوی و انس بگیرند و با پیروی از آموزه‌های آن رفتارشان و احساسشان نسبت به یهودیان تغییر پیدا کند و برخلاف گذشته به آنها به دیده بیگانه و دشمن بنگرند.
این چکیده‌ای بود از شرح داستان سرنوشت ایرانیان و یهودیان در دورانهای قدیم. اما در اینجا یک سوال مطرح می شود که لازم است به آن پاسخ دهیم. مگر آموزه های نشأت گرفته از هویت اسلامی چگونه آموزه هایی است که این چنین بر ایرانیان تأثیرات منفی داشته که رفتار و احساسشان نسبت به یهودیان تغییر پیدا کند و به دیده بیگانه و دشمن به آنها بنگرند. ادامه بحث در ویدیو بعدی، بخش 7 تحت عنوان فرق بین هویت اسلامی و هویت ملی. پیروز و سرفراز باشید. خدا نگهدار.